اسم من ساراست و امروز با هم دیگه میخوایم بریم یه جای خیلی 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 خوشگل، یه کافه‌ای که پر از گربه. من خیلی بابتش هیجان زدم. ما آماده شدیم. اینجا هم محیط داخلی کافه بود که به خاطر اینکه زیاد مردم نشسته بودن من نتونستم فیلم بگیرم و اما محیط بیرونش مثل یک بهشت. اکتون فرستاده شد. حالا چیزی به این کیوتی و بامزدگی و تقریبا شما باید 20 دقیقه داخل کافهش میشستید، بعدش اجازه داشتید که برید به گربه ها سر بزنید. اینجا هم کلا محیط میوزه است و خیلی بامزه بود. کلا از دست آدم ها رفتم بالا. اینا هم جماعت محترم میوزه هستن، برعکس خودشون که خیلی گوگولیان. اسمشون مثل چنگیز و شاپور و اینا بود. چماش یه پرگم شمینی مایی هستش. عجب تجربه خیلی جالب بود و اینکه گربه هاش خیلی کلافه بودن. احساس میکنم اینقدر مثلا توی روز آدم میره و میاد کلافه شده بودن، ولی خیلی جالب بود، بامزه بود. ناز کردنشون قدغن بود، ممنوع بود. خود اونها باید شما رو برمیگزیدن تا شما اجازه داشته باشید نازشون کنیم. در کل اگه یه کلی بخوام بگم، محیطش قشنگ بود، غذاهاشون واقعا کیفیتش بالا بود و گربه هم خیلی بامزه بودن. از همونجا هم شما میتونستید غذا برای گربه ها بگیرین و به عنوان تشویقی و غذا بهشون بدین. ورودیش هم نفری 30,000 تومان بود. من راضی بودم. کسایی که عاشق گربه هستن اونجا فکر میکنم براتون مثل یه بهشت باشه. همه چیز خوب بود. من که لذت بردم و تجربه جالب بود. تا یه ولاگ دیگه، خدا نگهدار.